آقا یه نفر کمک الان یه دختر کمک میخواد، تو چیکار میکنی؟ اینو Yo, welcome to North Coast Wave NCW. امروز یک روز خیلی خوب و متفاوتیه، به خاطر اینکه من خیلی حس خوبی دارم از اینجایی که الان با این کاناپه اومدم ست کردم. آفرین بچه، اگه پرهامو ندیدین فقط میتونید صورتشو ببینید متوجه بشین. اینجا نشسته. من اینجا I'm here. امروز هم یه برنامه متفاوت دیگه داریم، قراره که به همراه شما، نه جان تو دارم راست میگم، قراره راجع به مدل میکاپ صحبت بکنیم. در دو نفرین گفتم برید یه ویدیو از نگار همایی ببینید و دوباره بیاین. من انقدر خوبم. ویدیوی باحالی بود واقعا. خدا وکیلی اکتا رو عشق می‌کنی. نه وجد، من اصلا خیلی با این کار حال کردم. حالا تو با سین عزیز دوتایی با هم دیگه گرفتین زدین اینو، بعدش اینو تو تمام تقصیر توئه ها، میدونم چی میگم. سینا جان عزیز البته به خاطر اینکه سینا شرفی فامیلیشه، دوتا اسم میذاره. اسم سین رو دقیقاً آیدیش هم میاره اینجا. یه کار خیلی خفنی بود چون نورپردازی این کارم با من بود. بله آقا پرهام اینجا خیلی هنراشون رو نشون دادن. لطف داری. میخواستیم راجع به مدل میکاپ صحبت بکنیم امروز. در دو نفرین خب این هنوز همچنان فکر کنم جا نیفتاده، چون من میبینم خیلی از میکاپ آرتیستا متاسفانه میان یه سری افرادی رو انتخاب میکنن که سوبرن. وای نگو. نه واقعا، یعنی اصلا هیچ اکتی ندارن، هممون داریم زیاد میبینیم، یعنی هیچ اکتی تو نمیبینی، فقط صرفا جهت اینکه طرف یک چهره خیلی خوبی داره. آره. ببخشید میارنش جلوی دوربین و طرف هم مثلا یه 4 تا اکتی که حالا فکر کنم اونم بهش میگن میاد انجام میده، ولی اصلا سگ سوبر اصلا نمیشه تحمل کرد واقعا. اینجور ویدیوها رو میبینی، شاید مثلا کیفیت دوربین عالی باشه، همه چی عالی باشه، بعد یارو میاد خیلی ببخشید اداشون هم در میاد اینطوری میکنه. دقیقاً هم فقط همین یه دونه اینطوری هم فقط یکی اینور یکی هم اینور تموم شد. بعد یه چند تا عکس هم میگیرن. خب ببین کسی که میاد تو داری میگی دارم با مدل کار میزنم، رسما باید اون یارو تو این رشته سرشته چیزی داشته باشه، حتما باید اون کار قبلا انجام داده باشه. یه سری اکتا هست، یه سری کارا هست، حداقل پیجش باید در حدی باشه که تو وقتی داری یارو رو تگ میکنی اون زیر 2 نفر داره میبینه، آقا بگه که یارو نمیدونم چند تا کار زده، یه ذره فالوور داره، یه ذره دیده شده. مدل اصلا اسمش روشه، نه که تو یه نفر بری از دو قضاوت بیاری بگی مدله. دقیقاً همینطوره. متاسفانه ببین حالا خیلی‌ها میان پیشنهاد کار میدن، حالا با توجه به اینکه خودمون، یعنی هم من به عنوان کامرامن، تو به عنوان مدل، خیلی همکاری با هم داشتیم. طرف میکاپ آرتیست میاد پیشنهاد کاری میده، بعد میگه که آقا من مدل از خودم دارم، یعنی مدل یعنی فقط صرفاً یک آدمی رو آورده که بهش هزینه پرداخت نکنه، یعنی اون خدماتی که داره بهش میده بگه که آره من دارم اینو بهت میدم. اصلا مهم نیست که مثلا یارو فیسش اوکی باشه چه نباشه، چه اکت خوبی میره چه نمیره، یعنی من کاملا مشخصه کلی فشار خوردم. بعد آخه میخوام همینجا من به این میکاپ آرتیست‌های عزیز از همین پیربون، از رسانه مردمی نورث کاست ویو من اعلام بکنم که دوستای عزیز، شما وقتی میخواید، یعنی خودتون میخواید یه کار موندگار بزنید، یعنی یه کاری رو تولید بکنید که تبلیغاتی بشه براتون. آره که قرار داخل پیجتون باشه، اصلا قراره که چند نفر اونو ببینن، نظر بدن راجع به اون کار. تو داری نمونه کار خود داری رسما داری میگه آقا نمونه کار. خب بعد طبیعتاً یه شخصی که حرفش اینه، مدلینگه، به صورت حرفه‌ای داره این کار میکنه، طبیعتاً فالوورای بیشتری داره. 4 تا کامرامن، 4 تا میکاپ آرتیست، 4 تا برندهای درست حسابی فالوش دارن. و خب این مسلمه، تو وقتی که میای باهاش کار میدی طبیعتاً اون کارهای تو رو اونها میبینن. 100%. یعنی اونها میان کارتو میبینن و بازخورد بیشتری پیدا میکنه اون کاره.
ولی خب متاسفانه این یک داستانیه که حالا هم من هم تو به شخص خیلی زیاد دیدیم. یعنی فقط میکاپ آرتیست میخواد به این داره وقتی ویدیو رو تو وایرال میکنی داخل اینستاگرام به این دقت نمیکنی که آره مثلا یارو نه فالووری داره نه قراره از طرفی دیده، تو داری این کار رو میزنی که دیده بشی، داری این حرکت رو میزنی که چند نفر کار تو ببینن. غیر از اینه مگه حداقل باید وقتی که تو داری این همه میکاپ تمیز رو صورت یارو اجرا میکنی خب واسه چی حداقل کسی رو نمیاری که کارش این باشه. 100% ببین وقتی که کارش اینه، جدا از اینکه بهتر میتونه حالا اون کارو ارائه بده، اون کارو نشون بده، بیشتر هم بازخورد پیدا میکنه، طبیعتا افراد بیشتری هم میان میبینن و خب توی نمونه کار اون میکاپ آرتیست هم تأثیر داره. 100% خیلی تأثیر داره واقعا. یکی بدتر از اینش اینه که میکاپ آرتیست میاد پیشنهاد کار میده، میاد دایرکت میده که آره عزیزم من میخوام باهات کار بزنم، مثلا یه همچین سبکی رو میخوام کار کنم، درسته، مثلا همه چی رو باش فیکس میکنیم، لحظه آخر برمیگرده میگه که شما آفیش هم میگیرید؟ نه خیر. نه اصلا میدیم، آفیش میدیم، عزیزم یه پولی بهتون میدیم، شماره کارت بدم الان کارت به کارت کنم برات. یعنی چی واقعا؟ اصلا این خیلی اگه فاجعه قرار باشه تو داری مثلا کرم پودر خاصی استفاده میکنی، سایه خاصی استفاده میکنی، هر چیزی که باشه منم دارم پوستمو در اختیارت میذارم. اگر قرار بود که همینجوری خیلی مفت و مجانی باشه خب خودت چرا برای ملت همینجوری مفت و مجانی میکاپ نمیزنی؟ ببین این نمیدونم واقعا منم مثل تو موندم، حالا چرا طرف دست به همچین کاری میزنه، حالا فقط صرف این که بخواد هیچ هزینه‌ای پرداخت نکنه، ولی خب نمیدونه که حالا با یک افرادی که تخصصش این کار نیست و بخوای این کار رو انجام بدی یعنی خودت ضرر میبینی. یعنی مثلا کامرامن میاد میگه که اوکی آقا من میام آفیشمو میگیرم، کار رو بهت تحویل میدم، اصلا ممکنه تو پیج خودش هم نذاره. دقیقاً. یعنی بودن همکارای ما که هنوزم هستن این کار انجام میدن، یعنی به شخص دیدم و طرف مثلا پیش خودش فکر نمیکنه خب چرا مثلا این کامرامن این کار رو توی پیج خودش نذاشته، یعنی فقط اومده صرفاً پولشو گرفته تحویل داده به تو. اصلا به چیزا دقت نمی‌کنه. آره خب شاید مثلا طرف نیاد بگه آقا مثلا کارت بد در اومده، بد در میاد فلان، اون ادیتشو میذاره کارش انجام میده پولشو میگیره میره. ولی آره دیگه از اون حالا حرکتی که داره انجام میده کاملا مشخصه. اینم از این، فقط نکنید آقا نکنید به قرآن زشت این کارو انجام ندید، صرف این که خودتون ضرر بکنید چیز دیگه ای نیست. این دکوراسیون اینجا من احساس میکنم یه ذره این آب من نیستش، آبش هم میگن آقای چیز بخوره. چی؟ آب معدنی منظورم بود. عجب آدمیه. بده من. مرسی، تشنمم شده بود. امیا جان آبشو آورد. نه آب معدنی منظورم بود. نوشی جان عزیز جان. قربون شما. دف سنگین شد، الان میخوان سوالا رو بپرسن. جانم بگو عزیزم. آره از فیلترش گفت. خب از شما پرسیده شده که نگار خانم کوئسچن باکس گذاشتن. درسته؟ از من پرسیده شده نگار خانم کوئسچن باکس گذاشتن که از من بپرسن. خب بفرمایید. درسته؟ خیلی شبیه رضا پیشرو هستی. دوستان خیلی محبت دارن، نخند. اتفاقا رضا پیشرو یکی از رپرهای مورد علاقه منه. اصلا in my opinion رضا پیشرو is a legend. پادشاهان ستمگر قدیم دارم با کالبد. فقط خواهشی دارم این به بعد اسم رضا پیشروی مناطق محروم رو ما نذاریم، فقط محبت میکنم. خب بپرس بعدی. یعنی که چقدر زیبایی ماشاءالله. از شما پرسیدن اینو. زیبام دیگه چیکار کنم؟ نه کاری که دستم برمیاد. بله. میاد. بعد میگن که منو دوست داری؟ یا حرفم تو یکی واسه Oh my god! Wow! خیلی زیاد. دایرکت بده. سوال گزینه 3. بخورمت خوشگلی.
آخه من نمیدونم یعنی چی آخه اینا. من اصلا یه سوال 2 3 سالی راجع به برنامه من حتی دیشب استوری هم گذاشتم و اینم گفتم فالوورای من جزو سمی ترین و عفونتی ترین فالوورای جهانه و میتونم این رکورد رو بزنم و میزنم. بعدی رو بپرس. دیگه دارم نمیتونم خیلی از این تو دیگه خواهشن تو دیگه کوئسچن باکس نذار. این دیگه دارم نمیتونم جهانی رو. اینو دیگه باید تو واقعا هم باید جهانی بشه این قضیه. آی خدا. سم بعدی. آقا پرهام در جریان پیام‌های سمی منم هست. آقا راستی منم یادم رفت بپرسم این چه سوالایی ازش میپرسن؟ سوالای همین کوئسچنایی که از تو میپرسن. امسا همین جور چیزا دقیقاً برای این بنده خدا هم وجود داره. ازش میپرسن. اون که بله به عنوان یه پسر میان حالا میپرسن این سوالا رو خود قضیه دارک میشه. یکی از فالوورها ماشاءالله خیلی فعالیت بدنیشون زیاده و اینکه میگه من نمیشینم. نمیشینی؟ خب به تو آفتاب گردون تخمای آفتاب گردون منظورمون همینه. ببین الان من یه دونم میشکنم صدا میاده ها مزه کنیم. دقیقاً ببین جوابیه که ما تنها بهترین جوابی بود که میتونستیم بدیم. خب بعد میگن که نسوزی ما رو که میسوزونی. یعنی با شما بودن. معلومشون خیلی سوخته. آره عزیز جان. برو بعدی میام. زیادم گوش مالن شده. یه عکس گذاشتی هفته پیش بدون آرایش فیلتر بود. از عمد گذاشتی؟ نه از قصد گذاشت. آخه 100% من از قصد گذاشتم. آقا ما داریم اینجا زحمت میکشیم. درک ندارم خدایی. جان؟ یعنی چی واقعا؟ نه یعنی چی واقعا؟ این تنها ریاکشنی بود که این ارمیا من یه صحبت اینجا خیلی بسیار بچه خیلی ساده و خیلی اصلا ببین دقیقاً اینه. زلال من دقیقاً همینی. و الان یه سوال میخوام ازت بپرس. الان شما مثلا فرض کن که توی خیابون داری رد میشی، یه دختر خانومی نیاز به کمک داره، میگه من کمک میخوام، شما چیکار میکنی؟ صبر کن. نیاز به کمک داره، شما چیکار میکنی؟ کله میره به جان. آقا یه نفر کمک الان یه دختر کمک میخواد، تو چیکار میکنی؟ اینو خب اول انسان باید به انسان کمک کنه. خب کمک میکنی یا نمیکنی؟ بعدش رو نمیکنی. خب بیا میگم خنگه اول باید بپرسی دوست پسر داره یا نه، بعد کمک کن. درود به مرام، درود به عظمتت. نمیدونه من باید اینو حالی کنم. دوست دخترش اجازه نگرفته که میخواد بره به اون کمک کنه. این باگ این بسن. چی شده؟ نه واو ارمیا. نه اتفاقا اینجا باید باشه. اینجا باید باشه. برو بعدی. تا بیشتر از این رسوات نکردیم. خب بابا یه بار گفتم که منم ببرید. آقا کجا ببریم تو رو؟ من نمیدونم این چه سوال، خونه خاله است مگه منو ببرین؟ من نمیدونم. خیلی ببخشید اینجا مگه باسن خر داغ کردن؟ پسر دایی من بود. پسر دایی شما بود. آقا پسر دایی عزیز ایشونه که به هر حال شما میبینی همیشه در طول روز. حالا بقیه میان پیام میدن میخوام ببینن، وقت قبلی میخوام بگیرن برای دیدنشون. فکر کنم اونجا اون آهنگ که ریدم من توی این بس خیلی دوست دارم، هر موقع میبینمت انرژی میگیرم. به به اینو میگن یه کامنت خوب. واقعا من آدم عشق میکنه با اینه که ولی خب عزیز جان منم خیلی دوست دارم. تمام. چطور میشه شما رو دید با هم شام بخوریم؟ هم میشه من اینو جواب بدم؟ توی همین برنامه یوتیوب نورسکاست ویو شما این اول برنامه یوتیوب رو باز میکنید، سرچ میکنید پیج NCW نورسکاست ویو رو سابسکرایب میکنید. این خیلی مهمه. اگه میخوای بهت شام بدم بعد اون کارو بکنید. بعد لایک و سابسکرایب، کامنت انگلیسی هم میذارید اونجا، میتونید ما رو ببینید دیگه. آقا دیگه از این بهتر. آقا اون برنامه رو که شما پلی کنی همونجا میتونی هم منو ببینی هم ایشونو ببینی. جان یکی از دوستان همین دایرکت داده. خب
مجری چرا اینقدر ناشیه؟ من با منی؟ کس دیگه توی استودیو؟ چرا چیکار چه خطایی از من سر زدم؟ همین الان داره. آقا من باید ببینم. من اینطوری باید ببینم. اینطوری نمیتونم. به هر حال این نه اجازه بدید نه جوابشون باید اینجوری بشه. به هر حال ناشیگری خیلی بهتر از لاشیگریه. این جوابیه که ما میتونیم بدیم. بعدی Emotional damn it. یعنی هر کی بود باید به دندان پزشکی مراجعه بکنه چون جوابم خیلی دندان شکم بود. جانم الان از من سوالا بفهمید چند سال یوتیوب شروع کردی؟ والا چند سال که اصلا به ما هم نمیکشه همین دیگه 2 هفته بذار شروع کنی. خب میگم که رابطت با نگار چجوریه؟ آیا بین شما چیزی هست؟ والا ما رابطه بسیار دوستانه‌ای با هم داریم هرچند خیلی وقتای جنگ و دعوایی هم با هم داریم. بعدی چی گفتن؟ آیا بینتون چیزی هست؟ بین ما دوست عزیز غیر از این دوتا آب معدنی و یه عدد گوشی که اینجا هست در حال حاضر چیزی من چیزی نمیبینم بینمون. حالا اگر شما دیدید حتما دایرکت وای چه کنید. من سوالای رسیدگی سمی میکنم. میپرسن. خب بعدی سوپر هیرو مورد علاقه. سوال خیلی خوبی پرسیدی. خیلی باکلا. من سوپر هیروی مورد علاقم البته من ونوم رو خیلی دوست دارم هرچند فکر نکنم ونوم جزو سوپر هیرو باشه ولی خب خیلی باحاله من دوستش دارم. من ونوم. با روابط عمومی هیئت کوهنوردی چه مشکلی داری؟ چه مشکلی داری؟ اینم باید جواب بدم الان. سوالیه که مردم میپرسن. اگه مردم پرسن که مردم ولی آقا من میدم به شما اصلا شما خودتون از اینستاگرام رو مردم بخونید. ولی نعمتمان پاسخگویی برای ما مکلفیم انجام بدیم و ببین نگفته هیئت کوهنوردی کجا نه؟ اوکی اوکی یاد ندارم. ببین اولین برنامه‌ایه که من فکر کنم اینجا دارم راجع به کوهنوردی صحبت میکنم یعنی تو برنامه‌های قبلی که اصلا حرفی نشد هرچند یه کوئسچن باکسی که داخل پیج بچه‌ها گذاشته بودن یه نفر سوالی هم کرده بود ولی میخوام اینو بهتون بگم اون هیئت یا تیم کوهنوردی یا هر چی که شما میگی کلا مشکل من باهاش این بود که روابط عمومی نداشت. متوجهی؟ یعنی من اصلا سر همین باش به مشکل خوردم. اینه عزیز من 3 2 1 رکورده؟ آره دیگه برو الکی. خب بچه‌ها خیلی خوب 3 2 1 پرسیده این زهر من خودم میدونم به اونجا نگاه کنم باید چند ثانیه با این زر بزنم که بعد برم رو اون یا نه همجا یهو نمیتونم برم که خب بچه ها خیلی خوشحال شدیم سری این زهر ما دوباره بخون 1 2 3 کلی بابا تو هم مجبورم معنی کنم مجبورم بکنم. خب بچه ها خیلی خوشحال شدیم اومدیم دوباره راجع به یه سری از مسائل کلی حرف زدیم باهاتون کلی اطلاعات در اختیارتون گذاشتیم همون اطلاعات جامع و میدانی دادیم. آفرین دقیقاً و اینکه همونطور که خودتون خواسته بودین یه کوئسچن باکس گذاشتیم و طبق سوالای سمی عفونتی شما جواب دادیم و اینکه شما حرفی نداری آقا فرهام؟ نه دیگه هر چی که بود و گفتیم فقط لطفاً برنامه ما رو لایک و سابسکرایب کنید و برامون کامنت انگلیسی بذارید تا یوتیوب شما رو به عنوان بات شناسایی نکنه. تا برنامه بعد میبینیمتون تو NCW North Coast Wave. بای